گریه میکنی ازن؟ چه کار شد آخه؟ چرا گریه میکنی؟ گریه نکن. عمر خودی رو پیاده کنم دادم شما بودم دانشان کاری بسه پیدا کنیم همون کار رو نکردیم. تالک 10 کار برای از اینا پیدا کردم کارا پیش برده نتونستم. اگه من هر جای اینا رو شامل کردم همون کار پیش برده نتونستم. اگه به تالار رفتم اینجا بذار دست آشپز به تعدیق بگیریم نمک انداخت او رو بیرون کردن. و هم هر کاری که این بردم نشد دیگه. آقای شما سعی کنید کجا کنم جلوی شما درست کنم چی رو باز بگم از شما خبر بگیرم اینجا که بدم خبر نگیرم. نمایه که هر 2 روز تو خبر بگیری و بری به جای اینا. هر 5-6 ماه من یک بار تو رو میبرم همونجا 1 ماه 20 روز 15 روز بس تایم میگی. من یک بار توقع کرده نمیدونم شما 5-6 ماه میگه کم نیه. این چی رقم کنم من؟ حالا چه کار کنم من؟ همینجا کاری بسه رو پیدا میکنم که برم کار میکنم من پیاد بچه دیگه. حالا برم اونجا کار میکنم چی رقم پیدا کنم چی رقم میکنم ببینم. اونا به همونجا عادت کردم به همونجا کار میکنم آخه. به این جینو کار کردن نمیتونم همونجا برم همون ترکاری فروشی کار بکنم. من پیار تو همونجا به همون آتشگر رو استاد کردم برار کنم کیسه مال برف مرتکه کیسه کرد ماسو مرتکه رو بکشه. یکی دیگه هم برف پیار تو همونجا که آتش کنه مرتکه رو گرمی اونجا کش. شما برید شما رو بازه که دیگه کار نمیشه بتونم پیدا بکنی. خب میفهمینی که تو کارم رو کرده نمیدونم بیاد بچه. کدو کار اونا به آخر رسوندم که این کار باشه. من هر کار گرفتم نتونستم دیگه چه کار کنم؟ اینا فقط به همون مزار ساخته شدم همونجا برم بولانی فروشی کنم. چه کنیم دم سرا کیه؟ کسی نیه در وا کنه همون در وا کنه که برو. به چی گیر افتاده؟ این پیر مادر از این میره از اینجا این خودم اوقات تلخی میکنه. برای اینا کار پیدا کو برای اینا چه کار کو فلان ما هر کاری کردم نشد دیگه. برو دیگه جا داره. جان محبوب دوماجو بله بخیر خوشی دیگه بخیر خوشی دیگه ما دیگه اگه کسب کوسی جلوی ما از ما بدیدین دیگه ببخشید ما دیگه میریم بخیر خوشی به مزار خو با کجا میرم خواه فکر کنم اینو بدم میکنم اینو خوشحالی عزمود هم همه جنجال داره خود من. کی؟ عزمود همه جنجال داره میگن اونا میرم من چه کار کنم؟ زرغونه؟ ها من اینجا هفته یک بارو میرفتم خبر میگیرم تو از اونو ما به مزار چی رقم برم از اونا خبر بگیرم. داده جو داده همین غیره که همینجا فقط گریه کنه و لولا خور بشار کنه. چرا نمیگی؟ نصیحت کو همین خواهر خود میگه برار به تو کار پیدا نکردی به پیار به کار پیدا نکردی به تو چون کار پیدا کردم من آزن کار چی فرق میکنه؟ داده جو داده سعی کنه شما بگم من که بودم به مزار اما 10 سال پیش من او وقت هنو چیلکتری بدم خود بابا خوب بولانی میفروخته بولانی من روزی 7 ساعت 6 ساعت 5 ساعت کار میکردم هر دو ما پیر بچه ها حداقل 8 ساعت 9 ساعت 1000 میشد. گوش کن انا بیا آمدم وقتی که به می 10 سال به ایراد آمدم به لبز مردم ایراد ما نمیفهمیم بفهمیدی انا برادر که شما دانه من چیزه هر کار میرم برادر با ما میگم تو از این نمد با تو کلاهی نمیشه. خب برادر اینجا گرفتی بولانی میفروختی خودی بابا نمیشو به اینجی نمیچله آزن نمیچله به اینجی بولانی نمیشناسم اینا میگم البته چیزه یعنی مرد که تو میگه که برو صاحب پیر مادر خدا رو نمیرم من بولانی بردم به تا بازار روز اول بفروخی اینا میگم قال گمریه گوش کن برای چی ترانه که نخوندم هم اینجی گرده همه من بچه که میگه اینا قال گمریه معمول خبر شدم برو که شما برو که من مریض شدم بسته جون معمول دومان جو ما برون که واسطه که بابا من گفته برو که کاربارا رو تیار کنه که بخیر صبح دیگه انشاءالله صبح نماز دیگه من قرار که دیگه بس سلسیه جا من قرار کردگی به ترمینال که بخیر خوشی خود شما خداحافظی کنه امشب خاطر مهمون شو
چیزیم میمون چیزان کوکا خسور منیم خب میریم به پیار خوب بگیم که نصیحت کنه که الان این شب تا هم صبح هم گریه میکنه و همین یک ترانه میخونه برای من. بابا خدای میکنه بابا خدای میکنه ای خیر بینیم ای خیر بینیم بابا خدای میکنه خوبه انا اینجا منتظر هستم. بابا خدای باش کجا میری برو؟ میرم بابا داده کجا؟ میرم از سر بابا خدای کنم بیا شما نصیحت کنم مزاحم من نشو که برم کاربار خود یار کنم که به خیر مهم حرکت کنم برم. چای میخوردی برو؟ نه من زودتر ولی چای رو من نمام زودتر کوکا من ری کنی که بیایم اینجا. خوبه به گپ هم نفهمیدی به گپ گیلک برار خواه انال مگرم پیار تو بیای تو نصیحت کنه اینجا. نه شده بگم که وقتی از این آمی شده چه بیام میرفتم دختر با چی دعوا داره خودت این مسلمون؟ من هیچ دعوای با خدا دارم بخوام که با همینه که شما هست دیگه هیچ کار نمانده خود تو خودی شما یادت کنم دختر خوبه گردون مادر خوبه گردون تا به کی دیگه من زندگی کردن نمیتونم اینجی اما داری از این گفته به کار من بیارم و برام به میدان میگه دیگه نمیرفتم که با هر کار پیدا کنم کار کنم اما هر کار که به من هرات بود که من این کار بکنم نتونستم کار رو پیش برده غیر از یک کرای سرا بیشتر داده نتونستم یا خرج خوب بیشتر اضافه نتونستم داده آیا دل من کمی هراتی الان اگه جا خوبی باشه کار خوبی باشه روزگار خوبی باشه سلام بابا جان ولی خوشم به نواسته خوب گردشتنی شکر جیری شکر شکر زنده باشی نه اون پولا که باید 200 پول گفتی برو سعودا بیار 160 یک من که 40 که به اخزر گیرون شده چیری به دیگرم پیاز استونم و بانجریمی پول نمون کنم به انجریمی بیارم خب تو گوش کش که عباس بچه تو چی میگه؟ اما 200 روپیه 2 کیلو پیاز شد یا 2 من کچلو آه یک من که 40 یک من کچلو 160 روپیه خب من اشتا زندگی میکردم اینجی به کدو عایدات خود که یک من کچلو به 160 بخرم بابو جان یا از روزی که مادر خبر شدن که شما هم رفتنیه خب شب روز گریه میکنه خونه جرم میکنه به گریه دیگ تیار میکنه به گریه شب خواب میشه مچین به یادی میان چی رقم با گریه میکنه هر چی بزی میگه مادر جا خونه که به امریکا نمیرن یا که به فرانسه جا دوری برن شب روز گریه میکنه عباس نه تو مادر بیار پرچه خواهده هرچیش ما بیشتر میام نه آیا دختر من تر نمایم؟ تو مادر آیا من از این جگرگوشی خون به کار ندارم که نواسه منه از این نواسه خون به کار ندارم دارم با چه کار کنم هر چی به ننه خو میگم از این بیشتر دیگه من خونجیگر نکو دیگه برام به مزار خوب اینجا گفت پس بگم نانگک بولینی ها ما را آماده که قرار کردگی برم خوب تا مله خوب گردن هم بعد ماشین اینایی که خودی کاغذ باد بیزی میکردم این یاد نکردم مچیتی ها خورد بچه‌ای که کروزا جمعه کاغذ باد بیزی میکردیم چی به کار هرات اینجا بیا والا ما 10 سال میشه اینجا ما خوربو خوردم از بیکری و پول نمیدم چیکار فلانه بیا که بریم با مزار مولا محمد جان اندر مزار سخی و شای مردان اندر مزار سخی و شای مردان علی شیری خدا دردم دوا کو مناجات مرا پیشی خدا کو مناجات مرا پیش خدا کو چراغای روغنی نزد تمیدم به هر جا عاشق است دردش دوا کو به هر جا عاشق است دردش دوا کو بیا که بریم با مزار مولا محمد جان اندر مزار سخی کشای مردان خوب خوندن برو با یار بگا یار تو امان گل نرگس خریدار تو امان برو با یار بگا یار چشمای تو روشن میگم همین تو بخون میگی دیگه با مزار ما چون چشم تو کم بچه خالجی شک ندارم میرم به محله خو میرم من میگم بچه خاله
واقعیت دل میسوزه. خودت تو چی روزا رو به اینجا تیر کردیم. تا کی دل تو من میسوزه؟ با خدا دل با بیا خب به مزار بیا به محله واسه کشت محله. بابا پیار من نمیگذاره تو حال مر نقدش کردم سرا به در شما چی جا مزار. پیار تو. میری دیگه اونجا دیگه باز خوشحالی دیگه. خیلی ما این با پردم. اگه من چوغی که عکی بدیم والا وقت میپریدم. چی روزا بود خودت تو گیل لگینا همه خاطره میمونه. راست میگی. خودت تو کاغذ بادبازی وقت گلا وقت اخکوکا با باها که شغالگیری چی شغالگیری؟ یاری نوشه جان تو اینا با خدا بری دل من میترغه. الهی شکر. یاد میگه بیا الهی شکرا. دیگه یعنی دل تو میتره. میگم گیلا سگه تو پیار تو مره کدن خو برای تو بیا که بریم میگم که ما چون بریم موتر گاب داریم به می ترمینال که با خونه کوچه بندازونیم که پارا ادی برا کنم کارا دیگه گفور گیلا که صدا کو که دیر میشه بیرونم پیار می پیار تو بیرون نیستم کابل غندار 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 میری لالا کابل غندار میری خوب بخیری جان جان تیار هستی بخیری خوب بخیری هستی بخیری جو تیار هستی چه داره بده کابل غندار کابل غندار بچه خاله کجا میری لالا ما بار داریم. بار داره بله. بارا چیسته خونه ما نه خونه ما خونه کوچه داریم خونه کوچ خور میبریم. با کجا میبرین با مزار. با خود مزارا بله. چقدر میشه بارا لالا یک مازدایی میشه ما یک مازدا بار میشه. یک مازدا سه میبره مشکل نیست چند میستونیم ما؟ چی رقم بگیم خودتونم میرم روی ما یا نه نه دیگه خب ما با موتر شما بریم میشه. نه دیگه اینو بربریا نمیرم مسافر بریا میرم مشکل نداره ما موتر مسافر بری هم داریم دیگه اگه داریم کامرای از او کارتون صحبت کنیم صحیحه بارا ری میکنیم لالا باز خود ما میریم خب ما تانا بارایتون بگین خب باز ما شاید یک نفر خودی بارا میریم. خب بفهمیدیم یا پیار ما میرم یا ما میرم. صحیح انا باز مادر ما و پیار ما اینا یا مثلا با موتر دیگه شما میرم. صحیح کلا این بار که خودتون داریم فهمیدی این بارتون از یک از باشه ما 40,000 افغانی کمتر نمیگیریم ولی برای شما خیر است آدمای غریب معلوم میشه 5000 مرات تا میکنه 35000 افغانی کابل غندار کابل غندار کابل غندار میری لالا یا که موتر حرکت دو نفر کم داره 5000 خالی گفتیم لالا کایم مرا بارتون هم زیاد است لالا میفهم یک لیتر تیل چقدر شده کابل غندار کابل غندار یک لیتر تیل و بیادر میال 100 افغانی است بچه خاله جا دیگه بچه خاله خود میگم بچه خاله گپ زنی خودم. حالا فکر کنیم برا همون مازدا بار هم میارم باور کنیم همون مازدا هم نخوابه شه 20000 پا به شما بدیم خوبه نه لالا جان نه شما با مازدایی نه 20000 بسیار کم است لالا لالا 20000 امال تل خورد تا به مزار نمیشه خبر داریم چند بلر تل مثلا لالا تانا از ما کنه میبریم دیگه مردم هم شاید ببریم دیگه اما 20000 حساب نه لالا جان 20000 نمیشه حالا خیر است 1-2000 رقم کمتر حساب کنین 33000 برای خوش شدیم بود بخیر 25 خوبه گیلا بچه خاله جو 25 25 خوبه لالا 25 امی 25 لالا 30000 افغانی میتی یا نه اما 25 لالا اما دیگه 30000 میتی لالا نمیتونم اما 25 میتونم ندارم دیگه ایسای لالا برو خیر است آدمای غریب هستم 25000 شروع بگیر یک پارچه برشون درست است بریم به دفتر که برشون بریم پارچه برشون بده سبا مگرم ببریم ماما بیبی سبا نماز دیگر بالای تو رو بگی بیار کلا که با سبا حرکت نه سبا جمع میکنیم خب ها یک سبا سو خب وقت خیر جمع است دو موتر دیگه میپرت مشکل نیست برو درست بریم که به شما برو پارچه کنه نوشته یک پارچه برشون بده صحیح است خوب به اونا خدا ری میدیم 5000 میدیم 5000 به شما به اونه میدیم باز دیگه صحیح است لالا برو بخیر باشی